موسیقی هایی که مثلا امروز خوانده میشه برای مردم دهات فکر میکنم اونقدر نیست. مردم دهات شما چی فکر میکنید که به چه نوع موسیقی ضرورت دارن و هنرمند شهری چطور میتونه که یک دهاتی را حس کنه بر از او هم آهنگ بخونه؟ هست تو آهنگ؟ کسانی که در اطراف زندگی میکنن اونا منتظری از این هستند که هنرمندایی که در شهر زندگی میکنن باعث آهنگای برشان چی میخونه؟ برشان چی میخونه و کسانی که در شهر زندگی میکنن حداقل باعث اونا را مد نظر بگیرن. موسیقی تنها برای شهر نیست، من فکر کنم برای تمام دنیاست. بعضی وقت ما آهنگای تمام دنیا را میشنیم ازش لذت میبریم. این حال ما کوشش کنیم که وقتی که هنرمند هستیم یا درای هنر میریم یا درای به خاطر از اینکه دل همشهریای خدا یا اطرافیای خدا به دست بریم باعث ما آهنگای بخوانیم که با ذوق و با کلچر و کلتور منطقه بسیار نزدیک باشه. همگی در نظر بگیریم، یعنی و این موفقیت یک هنرمند است که میتونه که مثلا برای کدام منطقه چی نوع آهنگ و ما موسیقی پیشرفت موسیقی اصیل خود داریم. مثلا شما در بدخشان برین، در جلال آباد برین، مثلا در پکتیا برین، هر کدامش موسیقی جداگانه داره. باید بعد از اینا ما با مو خواست دل از اینا باید آهنگ بسازیم تا بتونیم که همون احساس از اونا را یا مثلا زنده بسازیم. با این شکل میتونه که هنرمند بیشتر محبوب شود و طرفدار زیاد پیدا کنه. خب دیگه نمیتونه که ما تنها برای خود بخوانیم یا برای فامیل خود بخوانیم یا برای یک 4 تا دوست خود بخوانیم. یک هنرمند وقت موفق است که بتونه دل تمام همه به دست بیاره. و یک هنرمند وقت موفق است که با چندین زبان باید بخونه، مثلا پشتو، ازبکی، فارسی که ما شما یا بسیار زبان‌های دیگه ما شما داریم. ما یک جای رفتم، یکی از خاطرهای تلخ براتون بگم. یک آدم اومد گفت یک ازبکی بخوان، من راست نتونستم. یک جای دیگه بود که یک کسی در یک محفل دیگه گفت که اگر میشه یک بلوچی بخوانی، تو والا بلوچی بسیار مشکل است. ما کوشش میکنم براتون یک شعرش پیدا کنم و در پروگرام‌های بعدی. یعنی ظروف یک هنرمند است. حداقل بتونیم که ما برای بسیاری از عزیزای خود و هموطنان خود که در از شهر بیرون زندگی میکنه بتونیم برای ذوق از نام یگان آهنگ بخوانیم. کار مشترک روی موسیقی چقدر تاثیر داره؟ بسیار خوب است. هر کار اگر مشترک باشه من فکر میکنم چندین نظریات ایمه، یعنی بالاخره چند نظر یک نظر میشه و من فکر میکنم در موسیقی هم اگر کارهای مشترک وجود داشته باشه. من پیشتر هم عرض کردم که سر یک کمپوز باید 3-4 نفر نظرش بگیریم. سر شعر مثلا 3-4 این کاری است، یعنی مثلا دست جمعی هم میشه و با فکر میکنم که بعداً کسی انتقاد کرد نمیتونه از مثلا 4-5 والا ما نگفتی بعد چه که آهنگ کشیدی یا مثلا این شعر مثلا خواندی حداقل نه پسند میکنه. یعنی کار دست جمعی همونطور که یک وقت بعد شما چی بگویم از یک فکای رقم بودی به یگان تا یگان خانه بزرگ که میسند دا 15-20 نفر شو همیشه دست جمعی یک دفعه دیوال آباد میکنند. دیگه نال در موسیقی هم اگر مثلا 4-5 نفر دست جمعی هم کنند، مثلا یک گروپ اگر باشه، گروپ همیشه در ریاضت است، در تمرین است. من فکر میکنم که یک چیز خوبه برای جامعه خود، برای مردم خود تقدیم میکنن. بسیار خوب. شما قبلا گفتین که چند آله موسیقی رو میتونین بنوازین. با کدام آله موسیقی میتونین که خوبتر درد دلتون رو بیان کنین؟ ما اگر بسیار بسیار جگرخون باشم هارمونیم می نوازم، همه چیز گم میشه. و وقتی که من شروع کردم در لیسه موسیقی موزیک با پیانو و ترومپت که خداوند استاد فقیر محمد دنگلر بیام مرزا استاد ما بودن و بسیار کمک کردن برای من و اکوردیون می نواختم. باز جاز باند شروع کردیم، باز آیسته آیسته دست به گیتار بردم، نتانستم، البته استعدادش نبود، رهایش کردیم دیگه. وایلون بسیار خوش دارم. هر آله موسیقی یک استعداد کار داره. استعداد کار داره و شوقم اگر شوق نباشه بازم سبب پسمانی یک هنرمند میشه. فلذا من در کشوری که هستم حتی سرمی پسر خود یک پسر دیگه از طبله می نوازه، سرش کوشش میکنم که مثلا او هم یکی دختره که از وایلون می نوازه، من لذت میبرم. و هر آله موسیقی واقعا کیف خدا داره
و احساسی که برای انسان میده. حتی نه سر انسان بلکه ما امتحان کردیم سر گل و برگ و سر حتی سر حیوانات. شما باور کنید که در کشوری که ما هستیم در یک جای رفتیم در یکی از پارک‌ها یک سر موسیقی کردیم. شما باور کنید که ما شاید شما بگید مبالغه است، همینجا پرنده ها بود. این موسیقی با آواز من نه، به موسیقی که ما نواختیم بسیار آرام موسیقی. یک آرامش آمد در اونجا وقتی که پس چوب کردیم که یک سر صدا یک رقم بسیار تاثیرگذار واقعا. سر نام تاثیر میکنه، سر حیوانات، سر با خصوص نواختن وایلون، پیانو. بله. آلات موسیقی، گیتار. یک وایلون همه پیانو انقدر مقبول است نواختن یک بشرتی که پنجای طلایی گفتیم ما شما باشیم همه چیز به شکل اساسیش باشه. دیگه با اون خاطر یک جای شنایی یک کسی نواخت که شما باور کنید که من خودم بخید ایت در اونجا نبودم. یعنی شنایی بسیار کم در افغانستان ما شما مروج است، اما واقعا که او به یک شکل نواخت که همه اگر زیر تاثیر خود بود. ما هم از آلات موسیقی وایلون و پیانو رو زیاد دوست دارم. می‌خوایم که یک کورس شبیه سلکشن فش بگیرم. کوشش کنین که از ابتدا شروع کنین، از اساس شروع کنین. اتنا که دفعتاً یک سارگام پادینیسار یاد گفتیم دیگه سبا در یک ارکستر و باز ببینیم که در کنسرت سال هستیم. زنده باشین. خب نظر شما رو در رابطه با حوارشویی که سالانه در تلویزیون آریانا برگزار میشه بشنویم چقدر تاثیر داره روی موسیقی افغانی ما؟ قبلا هم گفتیم واقعا که تلویزیون جهانی آریانا و به خصوص محترم احسان الله بیات یک ابتکار بسیار بزرگ به دست گرفت و چند نگاه. یکی که هنرمندان اینجا تشویق میشن، دومی که یک رقابت هنر اینجا هر کس کوشش میکنه که به شکل اساسی خود برسانه. این حال ما دیدم در چند برنامه‌ای که رفتیم که واقعا کسانی را انتخاب کردند که واقعا آهنگای شعرش، کمپوزش و همه شالی بوده و نظریات مردم ما. نگو امیدوار هستم که همه تو پیش برن و این بسیار تاثیر. شما کاندید بوده کدام آهنگتان در این جشنواره های گذشته؟ ما در یکیش حاضر بودم گفته مردم، در دوش مریض بودم نتونستم متاسفانه و امسال کوشش دارم که به هر شکل که شوه در هفتمین جشنواره اشتراک کنم. بسیار خوب. در آخرین دقایق برنامه هستیم و آخرین صحبت های شما رو در ارغنون امشب میشنویم. یک پیام کوتاه از شما. پیام ما برای تمام مردم است، آرزویم است که در صلح و صفا زندگی کنن، با یکی دیگر محبت بتن، از عقده بازی ها دور شوند و در ساختار کشور خود به خاطر آبادی مملکت خود دست به دست هم بتن، از نفرت و کینه دوری کنن. همونطور که پیشتر در آهنگ خواندیم که یک زمزمهش کنم: بیا تا نفرت از دلها بشویم، کلام دوستی با هم بگویم، بشر کینه ها رفتن چی حاجت، کلام دوستی را بجویم، بیا باد سا زمین وطن را، چی سود است این که ما در گفتگویم. امیدوار هستم که کل ما دست به دست هم دیگر بتیم و این ملت نازنین خود پس گلزار و آباد و شکوفان بسازیم. زنده باشین. آخرین آهنگ شما را خدا نکنه آخرین باشه در برنامه امشب بشنویم. کدام آهنگ از ساخته هایی که از با هم؟ آهنگ است که شب یلداست، شعر از مسعود زراب است. از آقای مسعود تشکری میکنم از این شعر مقبولی که برای ما دادن. کمپوز بازم از خودم است. بسیار خوب. سپاس از شما که امشب در اینجا تشریف آوردین در ارغنون و آرزو دارم که آهنگای زیباتر مثل آهنگایی که حال دارین باز هم ما منتظر هستیم و خیر بسازین و زیادتر کوشش کنین که در افغانستان بسازین آهنگایتانه. ما به دیگه هنرمندا هم میگیم ما کوشش میکنیم که آهنگای خود در افغانستان هم. ما راستی فراموش کردم، ما قبلا هم برای
دوستا و عزیزا گفتم که یک 4-5 پارچه را آوردیم که با موسیقی اصیل محلی کشور خود باید ثبت بکنم. بسیار خوب که انشاءالله منتظر باشین. زنده باشین. تشکر از شما و تشکر میکنیم از همکاران بسیار خوب ما که در بخش تکنیک ما را زیاد همکاری کردند. تا هفته آینده خداوند نگهدارتان. آنجا شب یلدا، آنجا شب یلدا، در ساحل دریا با دختر زیبا کیف ناز، کیف ناز، کیف ناز، کیف ناز. آنجا شب یلدا، آنجا شب یلدا، در ساحل دریا با دختر زیبا کیف ناز، کیف ناز، کیف ناز، کیف ناز. آنجا شب یلدا در پرتو مهتاب دل در برم بیتاب، دل در برم بیتاب. در پرتو مهتاب دل در برم بیتاب، دل در برم بیتاب. آواز موج آب، آواز موج آب، کیف ناز، کیف ناز، کیف ناز، کیف ناز. آنجا شب یلدا، آنجا شب یلدا، در ساحل دریا با دختر زیبا کیف ناز، کیف ناز، کیف ناز، کیف ناز. آنجا شب یلدا شاهد توی یارب در نیمه های شب، در نیمه های شب. شاهد توی یارب در نیمه های شب، در نیمه های شب. بوسیدنش از لب، بوسیدنش از لب کیف ناز، کیف ناز، کیف ناز، کیف ناز. آنجا شب یلدا، آنجا شب یلدا، در ساحل دریا با دختر زیبا کیف ناز، کیف ناز، کیف ناز، کیف ناز. آنجا شب یلدا